سلام، روزتون بخیر عزیزان. این هم یه مورد خودروی پراید با نشتی روغن معروف در اکثر پراید ها. ببینید اکثر پراید ها چه یورو 2 چه یورو 4ش این قسمت موتورگیری بوکس همیشه خیسه. نشتی از اورنگای درپوش دلکوه. الان راهکار تعویضشون رو بهتون نشون میدم. بعضیاشون دو اورنگ هم مدل بالاها، مدل پایین هم مثل این تک اورنگه. بریم برای باز کردنش. دوستان اینم روش باز کردنش. 3 تا پیچ نگهدارنده کوئلا، یکی جلو، 2 تا هم اینجا باز میکنید. در پوش دلکو روش آزاد میشه، درش میاریم میشورین. یه دونه اورنگ از این زردای ژله میندازین روشو، روغن میزنین دورش و بعدم میزنینش داخل. به همین سادگی روغنیزی این قسمت کلا محو میشه. اکثر خودروهای پراید این روغنیزی ها دارن. جنس اورنگی که روش میندازن خوب نیست و بعد از مدتی خشک میشه و شروع به نشتی از این قسمت میکنه.